در دویره تجلیل روز سرحدبانان رئیس شهر بهاودین بهادرزاده همراه با معاون اول رئیس ولایت خال حیدر، راهبران مقامات حفظ حقوق و دیگر شخصان مسئول از قسم حربی قشون‌های سرحدی مستقر در شهر اسفره دیدن نموده در مراسم سوگند یادکنی نواسکران شرکت نمود. ضمن سخنرانی شهردار اسفره تاکید داشت که قشون‌های سرحدی مثل دیگر جزء تام‌های قوه‌های مسلح در دوره نهایت حساس و مشکل تاریخ کشورمان، یعنی در زمانی که جنگ تحمیلی شهروندی هنوز ادامه داشت تأسیس داده شدند. با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی که در کشور خصوصا سالهای اول تأسیس یابی قشون‌های سرحدی وجود داشتند، حکومت مملکت برای تأمین کردن شرایط انفراساختاری و مستحکم نمودن پایگاه مادی و تکنیکی ساختارهای مرزبانی تمام تدبیرهای ضروری را عملی گردانید. حالا با گذشت نزدیک به 30 سال قشون‌های سرحدی به یکی از ساختار نظامی معاصر و سپری با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته از جمله دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به شمار می روند. از روزهای نخستین تأسیس یابی خود قشون‌های سرحدی در حفظ استقلال و آزادی وطن، حمایه امنیت دولت و جامعه و زندگی آرام مردم نقشی باسزا گذاشته در مشکل ترین روزها برای حفظ مرزهای دولتی و پیشگیری کردن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، اسلحه و مواد مخدر خدمت واقعاً تاریخی انجام دادند. پس از به انجام رسیدن مراسم با تنتنه سوگند یادکنی نواسکران، افسران و سربازان دلیر و شجاع با مدال‌های جشنی، سپاسنامه‌ها و مکافات‌های پولی قدرشناسی کرده شدند. همزمان به قسم حربی و دیدبانگاه‌های سرحدی تجهیزات تکنیکی هدیه گردید. در این روز به قسم نظامی مرزبانان همچنین کاروان مادران با دستاویزهای ایدانه تشریف آورد. صحبت گرم مادران شامل کاروان با هیئت شخصی قسم نظامی سر دسترخوان پر از ناز و نعمت و در هوای برنامه فرهنگی ادامه یافت.